اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح گفته است اردوی قوی و مجهز می سازیم تا ظرفیت حراست، حفاظت و دفاع از وطن را داشته باشد. وی افزود امارت اسلامی حکومتی است که دستور هیچ بیگانه را قبول نمی کند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم افتتاح شفاخانه طفل و مادر در کابل گفت در همه نقاط افغانستان بعد از نیم قرن جنگ، صلح و آرامی حاکم است. وی افزود در افغانستان از این پس هیچ کس بالاتر از قانون نیست. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه گفته است امارت اسلامی وعده های خود را عملی کرده است. وی همچنان افزود در 2 سال گذشته 300 مرکز صحی در سراسر افغانستان ساخته شده است. امتحان استخدام کارمندان جدید برای بسته‌های رسانه‌های اجتماعی و منابع بشری رادیو تلویزیون ملی در یک رقابت آزاد و شفاف برگزار شد. پلیس شجاع ولسوالی کلکان کابل یک کودک را از چنگ آدمربایان نجات داد. کودک مذکور شب گذشته توسط آدمربایان از منطقه قره‌باغ کابل ربوده شده بود. شاروالی کابل می گوید در گذر 20 ناحیه ششم کار چندین کوچه و یک جویچه در حال تکمیل شدن است. فروشندگان میوه در مسیر شهرهای کابل مزار شریف می گویند با حاکمیت امارت اسلامی امنیت تامین شده و آنان شب و روز به کارهایشان ادامه می دهند و فروشاتشان بهتر شده است.